سلام. سوالات در حوزه پای صنوات کماکان بسیار زیاده، برای همین میریم سراغ قسمتی از دوره جامع قانون کار که یک مثال داریم در مورد کارگری که ابتدای سال استخدام شده و یک مثال در آموزش بعدی کارگری که حین سال استخدام شده. وقتی یک کارگری تاریخ استخدامش 1/1401 هست، پای صنوات در 1/1402 بهش تعلق میگه، روزانه 7000 تومان. برای محاسبه حقوق سال 1403 حقوق سال 1402 رو به علاوه پای صنوات میکنیم، چون دیگه حداقل بگیر نیست. برای محاسبه سایر سطوح یه 22% اضافه میشه، یه روزانه 230,026 ضرب در 30 که جمعاً میشه 74,223,845. این مزد اون شخص برای سال 1403 میشه. اما برای پای صنوات سال جدید چه اتفاقی میفته؟ از ابتدای سال 1403 علاوه بر اون پای صنواتی که در حقوق لحاظ شد، پای صنوات سال 1403 که دقیقاً مثل 1402 از 1/1403 تعلق میگیره. پس ببینید اینجا یک پای صنواتی که میره جزء مزد و یک پای صنوات هست که مربوط به 1403 هست. هر دوتاش در حقوق لحاظ میشه. موفق باشید.